عنوان: اشتباه سرنوشت‌ساز یک شب. دختری به نام سارا به اشتباه به یک شماره ناشناس پیام داد. رسیدی خونه؟ حالم خیلی نگرانته. چند دقیقه بعد جواب آمد. فکر کنم اشتباه فرستادی. ولی ممنون که نگران بودی. سارا خجالت کشید و نوشت: ببخشید، واقعا اشتباه شد. اما همان اشتباه باعث شد آنها چند پیام دیگر هم رد و بدل کنند. کم کم صحبت‌هایشان بیشتر شد. از کار و زندگی گرفته تا آرزوهایشان. چند هفته بعد تصمیم گرفتند همدیگر را ببینند. وقتی همدیگر را در کافه دیدند، هر دو خندیدند. سارا گفت: باورم نمی شود یک پیام اشتباهی ما را به اینجا رسانده. پسر لبخند زد و گفت: شاید بعضی اشتباه‌ها دقیقاً همان چیزی هستند که سرنوشت می خواهد. بعضی وقتها یک پیام اشتباه می تواند شروع یک داستان واقعی باشد.